اجرای حکم محکومیت معاون اول محمود احمدی نژاد این روزها به بحث داغی در رسانه‌های ایران تبدیل شده. به نظر شما آیا محمد رضا رحیمی به زندان خواهد رفت؟ نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202 260 71 10. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برامون ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا درباره محکومیت به زندان محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد. حکمی جنجالی، حکمی که تقریبا در تاریخ جمهوری اسلامی میشه گفت که کم نظیره. اما سوال الان اینه، آیا این حکمی که صادر شده و به تایید رسیده اجرا خواهد شد یا خیر؟ آقای احمدی نژاد امروز بعد از مدت‌ها سکوت یک دفترشون یک بیانیه صادر کردن و این حکم رو بردن زیر سوال و گفتن که اگر چنین حکمی صحت هم داشته باشه، موارد قضایی توش رعایت شده باشه، هم مربوط به دوران معاون اولیه ریاست جمهوری آقای رحیمی نیست. ایشون قبل از اینکه معاون اول رئیس جمهور باشن رئیس دیوان محاسبات بودن که زیر نظر مجلس اداره میشه، بنابراین باید اصولگرایان در مجلس پاسخگوی این اتهامات باشن. شما چی فکر میکنید؟ از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه در ساعت پیش رو بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین. اول اجازه بدین گزارشی رو که همکارم آرش سیگارچی آماده کرده با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما. که هم شما تعجب خواهید کرد، هم آقایانی که ما را تحریم کردن. پرونده محمد رضا رحیمی به خانه آخر رسیده. 5 سال و 91 روز زندان. پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان ردمال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی. این حکم نهایی دیوان عالی کل ایران است و به زودی باید اجرا شود. برای محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران، دست راست محمود احمدی نژاد. 4 ماه پیش روزنامه ایران خبر داده بود که آقای رحیمی به 14 سال زندان و همچنین 4 میلیارد تومان جزای نقدی متهم شده است. مقام‌های قضایی از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای همان زمان تنها تایید کردند که رحیمی به زندان و جریمه محکوم شده. جزئیات زیادی از حکم دیوان عالی ایران منتشر نشده. فقط یک مقام قضایی گفته کلیات احکام پیشین تایید شده و تنها در مورد مدت زمان حبس نظر دیوان با حکم اولیه تفاوت دارد. شاید کمتر از 14 سال زندان برای رحیمی. به این ترتیب پرونده معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران به بسته شدن نزدیک است. به زودی رحیمی برای مجازات به زندان می رود. قوه قضاییه می گوید او همکنون با وثیقه سنگین آزاد است. محمد رضا رحیمی از استانداران دولت هاشمی رفسنجانی بود، اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به او نزدیک شد و از سال 88 تا 92 نفر دوم اجرایی دولت ایران شد. با اینکه رسانه‌ها بارها از فساد مالی رحیمی گفتند، اما رئیس جمهوری سابق ایران مانع برخورد با او شده بود. اختلاس بیمه ایران یکی از پرونده‌هایی است که رد پای رحیمی در آن دیده شده، اما او هرگز به دادگاه احضار نشد. در گزارش جدید تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی هم از رحیمی به عنوان کسی که مبالغ کلانی دریافت کرده نام برده شده. برخی نمایندگان مجلس رحیمی را متهم می‌کنند که با هزینه چند میلیارد تومانی موجب انتخاب چهره‌های نزدیک به حداد عادل در انتخابات مجلس سال 86 شد. در یک سال گذشته دولت احمدی نژاد به فساد گسترده مالی و اداری متهم شده بود. این اولین بار است که یک مقام عالی دولت او در دادگاه محکوم می‌شود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
شما هم از همین الان میتونید از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط 202 382 7205 نظرات خودتون رو در برنامه منعکس کنین. منتظر نظراتتون هستیم. برمیگردیم به تلفن ها و اسکایپ با مسعود. سعید از تهران روی خط هستین، بفرمایید. سعید از تهران، صدای منو میشنوین؟ سعید بازیار فرزند باقر، شماره شناسنامه 314. موضوع برنامه چیه؟ آقای سعید شما موضوع برنامه رو هنوز ندیدین، یعنی نشنیدین موضوع برنامه رو در مورد محکومیت؟ من ارتباطی با شما ندارم چون اسکایپ. سپاسگزارم. من خداحافظی میکنم با شما. لطف کنید در برنامه‌های آینده اگر شرکت میکنید موضوع برنامه رو حتما بخونید. فرهاد از آمریکا روی خط هستین. فرهاد بفرمایید. درود به شما. ممنون. من فکر میکنم محاکمه این آقای رحیمی و امثال این دقیقاً مثل این فیلم‌های مافیایی میمونه که یکی به ناحیه دیگری تعرض کرده. اینها از اون کوچیک‌تر چند نفر رو ترور میکنن که به هر حال رهبر مافیای اونوری اخطاری داده باشن. همه اینها اصلا به طور کلی سیستم، یعنی فساد، یعنی دزدی، اون چیزی که آقای خمینی اومد تو قبرستان گفتش اول انقلاب بلکه شاه فساد را آورد و قبرستان‌های ما را آباد کرد. شما می‌بینید که حداقل آمار رسمی خود اینا 150,000 نفر سیاسی رو به آمار خودشون اعدام کردن، قبرستان‌ها را آباد کردن و فساد که جزء جدا نشدنی از سیستم جمهوری اسلامی با هم خواهد بود. میخوام بگم البته فرهاد من یه نکته رو خدمتتون بگم، آمار رسمی و منتشر شده در مورد محکومین و زندانیان سیاسی که اعدام شدن وجود نداره. من نمیدونم شما عدد 150,000. ببینید شما اگه من طرفدار هیچ گروهی نیستم ولی حدود 17 سال پیش دونه بدون اسم، فامیل، پدر، پسر از طرف سازمان مجاهدین، حالا سازمان چریکا، هر کسی که زندانی سیاسی بود دونه بدونه، ولی یکی از همکاری منو که خودشون اومدن از تو بانک بردن اعدام کردن تازه اونجا نبود، 100,000 نفر بود حدود 17 سال پیش. این آمار دقیقاً اگه شما مراجعه کنید میبینید که درست هستش. اما من میخوام بگم ببینید این سیستم اینمون 40 دزد بغداده. شما هیئت جوری، قاضی، همه اینها از خود 40 دزد بغدادن و به اینا گفتید که بیاین همدیگر رو محاکمه کنن. طبیعتا نمی‌کنن. اگه یک روز این رژیم کنار بره، دزدی‌ها، فسادها و جنایت و اعدام‌های واقعی اون موقع معلوم میشه رسما. اتفاقا یکی از سوال‌های ما هم همینه، به نظر شما آقای رحیمی به زندان نخواهد رفت؟ به نظر من به خاطر جنگ همین مافیایی ممکنه اینا از خودشون ممکنه چند سال زندان هم بره. البته زندانی که طبیعتا هتله، چون طرفدارای خود اینا هم تو اون طرف هستن، از مامورای زندان، محافظان، مثل آقای رفیق دوست که میومد مأمور خرید میشد و به اروپا میرفت و میومد وقتی که در زندان بود و همدیگه سرویس خیلی خوبی خواهند داد. اینا فقط خلق رو به مسحکه گرفتن. ممنونم که اومدین روی خط. از همین الان بدبینی ها شروع شده. روزیتا بگو در شبکه‌های اجتماعی چی فکر می‌کنن؟ همین حالت بوده، خیلی بدبین نسبت به این مسئله نگاه کردن، ولی خب نظران متفاوته. برخی اعتقاد دارن که برخورد درست نخواهد شد و فقط این مسئله ظاهری هستش. آمنه یکی از کاربران توییتر با اشاره به گزارشی که ایلنا به نقل از سبحانیفر نماینده اصولگرای مجلس منتشر کرده در توییتش میگه فساد رحیمی در مجلس هشتم شکل گرفته. تیتر این گزارش هست فساد رحیمی در مجلس همسو با دولت احمدی نژاد شکل گرفت. در متن گزارش هم به نقل از این نماینده اومده کسی بر اساس مقتضیات زمان تغییر چهره نمیده و روابط رحیمی نشون میده که رابطه اون با اصولگرایان بوده و در ادامه این نماینده گفته فساد معاون اول احمدی نژاد در زمان مجلس هشتم اتفاق افتاده و مجلس هشتم دقیقاً همسو با دولت قبل بوده. سوال اینجاست چرا اون زمان این موضوع پیگیری نشده؟ یکی از کاربران صفحه فیسبوک برنامه روی خط به نام ماندانا برامون نظر گذاشته. میگه احمدی نژاد به ما فهموند که ما مردم ساده و بی اطلاعی هستیم
به ما فهموند که میشه 3000 میلیارد اختلاس بشه و آب از آب تکون نخوره. به ما ثابت کرد که او هر چقدر بد باشه ما بی تفاوت فقط مینشینیم و تماشاش میکنیم. به ما نشون داد که میشه جلوی رهبر ایستاد و قهر کرد. ماندانا در ادامه میگه به ما ثابت کرد که چرخ این مملکت بدون رئیس جمهور هم میچرخه. قانون چیه؟ مجلس کیه؟ به ما ثابت کرد که اگر بودجه یک سال مملکت رو 6 ماه از سال گذشته هم میشه تحویل مجلس داد و هیچ اتفاقی نیفته. و این کاربر میگه خنده های احمدی نژاد بی‌معنی نبود، اون ای کاش چیزهای بیشتری رو بهمون نشون میداد. اینجا ایران، ملتی که تا کربلا پیاده راه میرن اما از روی پل عابر پیاده رد نمیشن. در فیسبوک صدای آمریکا رضا از کاربران با کنایه میگه راست میگه، کلاس دولتش رو با این دل دزدی‌ها پایین نیارین، حرف از اختلاس‌های میلیاردی بزنین، حرف از بابک از نوع زنجانی بزنین، حرف از خاوری بزنین، حرف از تأمین اجتماعی بزنین، حرف وضع درمونمون رو بزنین و متاسفانه باید حرف از خیلی چیزا زد مثل مسکن مهر. یوسفی که دیگه از کاربران این صفحه میگه احمدی نژاد کاملا درست میگه، این به رهبری مربوطه. این رهبری بود که احمدی نژاد رو به مردم تحمیل کرد و زمام امور رو به ایشون سپرد. حاله نور رو دید و دگرگون شد. اگر مردم از کسی عصبانی باشن سر خامنه‌ای باید داد بزنن. امیر هم میگه خود قوه قضاییه رو کی باید محکوم بکنه. مسعود. رضا از کرج روی خطیم، بفرمایید رضا. درود به شما آقای سفیری و خانم روزیتا. من میخواستم بگم که آقای سفیری به نظر من هم حضور آقای رحیمی توی زندان چیزی رو درست نمیکنه. به نظر من حالا آقای رحیمی برن تو زندان یا که ایشون رو بفرستن زندان یا نفرستن فرقی نمیکنه. چون ببینید آقای سفیری، ما افرادی که اختلاس کردن، حالا دزدی کردن تو این کشور کم نداریم، ولی آقای رحیمی یه شخصیت چندگانه داشتن. ببینید ما عملا وقتی که رزومه آقای رحیمی رو یه نگاه میکنیم میبینیم در دولت آقای احمدی نژاد باد به سمت احمدی نژاد میوزید، ایشون هم به همون سمت رفتن. در دولت قبلی، در دولت آقای خاتمی، در دولت آقای هاشمی، ایشون به اون طرف بودن، نامه فدای چمن برای هاشمی مینوشت ولی از این طرف توی تیم احمدی نژاد بود و هر جوری که ایشون دلشون میخواست و هر طرفی که به قول باد میوزید آقای رحیمی به همون سمت بودن. به نظر من شخصیت ایشون شخصیتی نیست که ما بخوایم در موردش بشینیم بحث کنیم بگیم که آقای رحیمی حالا اگه بره زندان چه اتفاقی میفته. به نظر من حضور آقای رحیمی توی زندان یا عدم حضورشون در زندان هیچ فرقی به حال مردم نمیکنه. از نظر شما اجرای عدالت نیست؟ ببینید آقای سفیری، اجرای عدالت حالا شاید یک نگاه دیگری باشه. من صرفا در مورد بحث رفتن زندان، چرا اگر قرار باشه عدالت اجرا بشه ایشون باید برن زندان، ولی آقای سفیر ما میبینیم عملا کسایی که اختلاس میکنن مثلا وقتی میرن زندان یا معروفتر میشن یا وقتی میان بیرون همه بیشتر دوستشون دارن. مثلا نمونهش آقای شهرام جزایری وقتی رفت زندان مردم خیلی بیشتر شناختنش آقای سفیری و وقتی هم که از زندان اومد الان خیلی معروف. آقای شهرام جزایری شخصیت حقوقی نداشت. آقای شهرام جزایری معاون اول رئیس جمهور نبود. بله آقای سفیر، من دارم مثال میزنم از باب این که اینجوری باشه. یعنی میخوام ممنونم رضا از اینکه اومدی روی خط. ممنونم. حمید از تهران با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. سلام. خب آقای سفیری سلامتی. ممنونم. ببخشید آقای سفیری، این آقایونی که میان اینجا صحبت میکنن همشون معذرت میخوام چرت و پرت تحویل مردم میدن. اولا که عدالتی تو ایران وجود نداره. دوما جا داره پرونده خود آقای احمدی نژاد که از دوران استانداریش در اردبیل تا شهرداری تهران و نهایتا ریاست جمهوریش به طور جدی و بدون اعضا بررسی شود. به هر حال عقل سلیم ایجاب میکنه پرونده کسی که در آخر روز ریاست جمهوری 16 میلیارد تومان از بیت المال برای دانشگاه غیرقانونیش برداشت کرده دقیقاً بررسی شود تا مشخص گردد در روزها و سالهای قبل چه ها گذشته است. ببخشید. ممنونم حمید از اینکه اومدین روی خط. اجازه بدیم بعد از یک تنفس این بحث رو با شما پی بگیریم.
nazar@voanews.com. تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com. کلمه در توییتر تیتر گزارشش رو توییت کرده، میگه چرا قوه قضاییه 4 سال سکوت کرد؟ رحیمی چطور با این پرونده 4 سال در عالی ترین سطح دولت بود؟ در این گزارش اومده حکم محکومیت محمد رضا رحیمی تازه آغاز راهی جدید از اختلافات اصولگرایان و حتی شخص احمدی نژاد سخت درگیر انکار معاون اول دولت نهم هستند. هیچ کس دوست نداره که مسئول حضور 4 ساله او در عالی ترین سطح قدرت و علیرغم داشتن پرونده‌ای در این ابعاد معرفی بشه، حتی خود احمدی نژاد که اون رو به عنوان معاون اولی برگزیده. در این شرایط 2 نفر از نمایندگان مجلس موضوع دیگه‌ای رو میگه مطرح میکنن، انتقاد از برخورد دیرهنگام با رحیمی، اینکه چرا دستگاه قضایی بررسی این پرونده رو 4 سال به تأخیر انداخته. و در واکنش به صحبت آقای احمدی نژاد در فیسبوک هم کاربران نظراتی گذاشتن. زیبا میگه این کمترین کاریه که میتونست به نفع خودش انجام بده، یه زمانی بهش مدال داد، حالا هم بهش لگد میزنه. مصطفی میگه واقعا سرنوشت ملتی که رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادیش این شخص باشه و 180 نماینده مجلسش از این شخص باج گرفته باشن به کجا ختم میشه؟ بهروز میگه آقای احمدی نژاد شرافت و نفس‌پرستی رو در یک جا باید بدونن که نمیتونه جمع بکنه. فران میگه که خوشبختانه در سیستم حکومتی ایران هیچ کس به هیچ کس ربطی نداره و مهمتر از همه هیچکی به مردم ربط نداره. اما احمد در جواب این کاربر میگه به اونا که پول خرید نون ندارن ربط داره، به کسانی که کلیه میفروشن برای درمون دردشون ربط داره، به دولت مردان هیچ ربطی نداره، مقصر ملت ایران هستن. آقای احمدی نژاد باب دروغگویی رو در جمهوری اسلامی بدعت گذاشته و هنوز هم با همین روش داره ادامه میده که باعث مسخرگیه. فرشاد یکی دیگه از کاربران میگه به نوعی تصفیه حساب کاری هستش و احمدی نژاد در یکی از مصاحبه‌های خودش گفته بود اگر این ثابت بشه که معاون من مرتکب فساد هستش، خودم رسما در رسانه‌ها اعلام میکنم که دولت من فاسد بوده و پوزش هم خواهم خواست. افسانه از کاربرانمون هستش که در اینستاگرام هم برامون نظر گذاشته، میگه فساد بین تمامی کسانی که به نحوی در قدرت دست دارن وجود داره، اما علنی شدن و بعضی محاکمه شدن این موارد کاملا منوط به رابطه با قدرت هستش، کسانی که قدرت در دستشون هستش. و یکی دیگه از کاربران هم به نام فرج در اینستاگرام میگه وقتی این اشخاص محکوم میشن به حال کشور باید گریست که چندین سال زمام امور رو در دست داشتن و وای به حال مردمی که صداشون به هیچ جا نمیرسه. پیامی هم داریم که از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط دریافت کردیم، با هم گوش میکنیم. سلام، روزتون بخیر. میگه چیزی که عیانت شهادت به بیان است. خیلی خوشحالم که مردم روشن فکری ما داریم. اگر هم نبودن در 40 سال پیش الان خیلی قشنگ درک میکنن، میفهمن. به قول قدیمی ها میگه اگه میخوای بری یه دهی دزدی کنی برو سراغ کت خدا. یه مش همه به نظر من همه میخوان سر همدیگه رو کلاه بذارن دیگه. حسین از بوشهر روی خط هستیم، بفرمایید. سلام بفرمایید. من یه نکته اول صحبتم داشتم، من دیدم که فیسبوکتون نشون دادید یک جمله رو منتسب کردید با آقای خامنه‌ای، درست نبود. این جمله رو آقای احمدی نژاد گفته بودن نه آقای خامنه‌ای. حالا گفتم ممنون از تذکرتون. بله بفرمایید. تذکر دادم. تو این مسئله که هست واقعا من به شخص خودم نمیدونم چه باید کرد، چون که اگر فردی متهم به فساد اقتصادی بشه، هر فردی باشه، چه مسئول حکومتی باشه چه فرد عادی باشه، یا از طرف حمایت میشه و یا کلا همه رو متهم میکنن به فساد. شما ببینید در قضیه آقای امیر خسروی یا آقای شهرام جزایری و یا افراد دیگه و یا آقای رحیمی، تا وقتی این افراد محاکمه نشدن همه میگن که اینا چون رابطه دارن محاکمه نمیشن و فلان، تا میان محاکمه هم میشن میگن که این به خاطر تصفیه حساب سیاسیه. و واقعا باید ما بالاخره یک مقداری لحاظ فکری رشد داشته باشیم، تکلیف خودمون رو با خودمون حداقل در این زمینه روشن کنیم، یعنی بدونیم بالاخره مثلا آیا این بالاخره محکوم شدن به محاکمه شدن این افراد
میشه تن داد یا نمیشه. در مورد مسئله محکومیت آقای رحیمی من به هیچ وجه این رو تصفیه حساب سیاسی نمیدونم، چون در دوره‌ای که آقای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت آقای احمدی نژاد که منتسب به اصولگرایان بود، نمایندگانی که اقدام به افشای این قضیه کردن همه اصولگرا بودن. شما در جریان هستید کدومی که از نماینده این قضیه رو برای اولین بار افشا کردن های سفیری؟ بله، در خبرها اعلام شده. البته بفرمایید. بله دیگه، مگه اینا غیر از اصولگرایان؟ البته یکی از نکته‌های مهمی شاید از دفاع از اصولگرایان هم بالاتر حمایت رهبر از این دولت به عنوان پاکترین دولت تاریخ. نه خیر، این پاکترین دولت تاریخ تیکه آقای احمدی نژاد، نه رهبری. رهبری از کارهای خوبی که این دولت کرد بارها حمایت کردن، ولی الان هم سکوت کردن. الان هم سکوت کردن. ولی الان یعنی چیکار کنم به نظر شما سکوت کردن؟ به نظر شما معاون اول یک رئیس جمهوری که اینقدر مورد حمایتش بوده و حوادث بعد از انتخابات 88 در اون دوران رقم خورده، وقتی محکوم به دزدی میشه باید سکوت بشه و چرا اینقدر دیر؟ یعنی چی اینقدر دیر؟ یعنی اینقدر دیر محاکمه شدن؟ بله. بالاخره بررسی پرونده ها اغلب طول میکشه. شما ببینید در پرونده قتل، خب حتی پرونده قتل، خب که یک چیز خیلی عیان و بیانیه، یه دفعه میبینید طرف جلوی یه عده جمعیت خیلی زیاد میاد یکی رو میکشه، هم خب چند سال پرونده طول میکشه. اون شاکی خصوصی داره به دلیل اینکه چون شاکی خصوصی داره. اجازه بفرمایید آقای حسین، اجازه بفرمایید. ایشون پرونده قتل که شما میگین شاکی خصوصی داره، شما در مورد یک شخصیت حقوقی، شاید بالاترین شخصیت حقوقی در جمهوری اسلامی صحبت میکنین، یعنی رهبر، بعدش میشه رئیس جمهور و بعدش میشه معاون اول رئیس جمهور. این بسیار نکته مهمیه. شما پرونده معاون اول رئیس جمهور رو با یک قتل و یا نزاع خیابانی نباید مقایسه بکنید. در واقع اینجا مدعی العموم باید پرونده رو رسیدگی بکنه و پرونده سرعت بیشتری میخواد. توضیح بدم صحبتم رو؟ بفرمایید. من نگاه کنید، خود حتی مسئولین قوه قضاییه هم که صحبت کردن چند بار نسبت به اطاله دادرسی تو ایران که خیلی ایراد و اشکال هستش، نه در این پرونده، در کلی پرونده. برایشان خدایچی های سفیری، شما اگر این پرونده رو زود رسیدگی می‌کردن، همین امثال شما و دوستانتون و خیلی از افراد دیگه میگفتن زود این کارو کردن که خیلی چیزا رو لاپوشونی کنن. خب یعنی واقعا من دارم میگم یه دوگانه. خیلی ممنون شما نظرتون رو به قدر کافی فرمودین. ممنونم که اومدین روی خط. فرشید از تهران با اسکایپ روی خطیم. بفرمایید. عرض سلام دارم به شما آقای سفیری. بفرمایید. خواهش ایران دوست و همه بینندگان عزیز برنامه‌تون. آقای سفیری، من احساس میکنم و نظرم اینه که این اراده به جهت عدالت و اجرای عدالت در جامعه ما وجود داره و در حاکمیت وجود داره. حالا شاید روند عدالت مطلوب نباشه و ضعیف باشه، اما همین محکومیت آقای رحیمی به نوعی حرکت به سمت عدالت محسوب میشه. یه زمانی این سوال مطرح میشد که آیا آقای رحیمی محکوم میشود با وجود اون پرونده قطوری که ایشون داشتن. این سوال شایبه در ذهن خیلیا پیش می اومد که آیا آقای رحیمی محکوم میشه. خب دیدیم که محکوم شد، اما حالا سوال پیش میاد که آیا محکومیت ایشون ضمانت اجرایی داره؟ آیا اجرا میشه؟ خب این سوال ها و این روندی که الان در پرونده آقای رحیمی پیش اومده نشون میده که بالاخره این اراده هست در حاکمیت که عدالت محقق بشه. اما به نظر من اگر عدالت کامل بخواد محقق بشه، باید نه فقط از سمت اصولگرایان اگر خطایی صورت میگیره، بلکه در طیف اصلاح طلب ها هم اگر تخلفی بوده اونها رسیدگی بشه. و اتفاقا به نکته خوبی شما اشاره کردین فرشید. اگر خاطرتون باشه فکر می‌کنم که شما محاکمه آقای کرباسچی رو یادتون میاد. بله. به نظر شما چرا محاکمه آقای رحیمی پشت درهای بسته انجام شد و از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش نشد؟ حالا این سوالیه که برای خودم هم هست، ولی من میخوام بگم که آقای سفیری، من خودم عقیدم اینه و نظرم اینه که اگر در دوره مثلا فرض بکنیم دوره دوم آقای روحانی، اگر ایشون رأی بیارن، اگر یک نفر از مسئولین دولت ایشون
تخلفی ازشون سر بزنه و محکوم بشن، من این رو از چشم دولت آقای روحانی نمیبینم. این بالاخره یه پیش زمینه‌ای داشته، یه بستری بوده که تخلف صورت گرفته. من آقای رحیمی رو خودم شخصا منسوب به اصولگرایان و آقای احمدی نژاد نمیدونم. بیشتر از این که آقای رحیمی منسوب به آقای احمدی نژاد باشه، منسوب به طیف آقای هاشمی و اصلاح طلبها بوده و متاسفانه الان یعنی به نظر شما اجازه بفرمایید نکته مهمی رو شما اشاره می‌کنید، یعنی به نظر شما استاندار بودن مهم‌تره یا معاون اول رئیس جمهور بودن؟ البته معاون اول رئیس جمهور بودن خیلی مهمتره. متشکرم، فکر می‌کنم که پاسخ خودتون رو دادیم. ممنونم که اومدین روی خط. روزیتا، در توییتر ابک از کاربران توییتر با به اشتراک گذاشتن تصویری که حالا همکارانم نشون میدن، میگه احمدی نژاد حاضر کل جریمه رحیمی رو بده ولی این عکس از همه جا پاک بشه. کاربر دیگه‌ای هم به نام تاها نوشته اگر اینقدر اهل شرم و حیا بود که اوضاع اینطور نمیشد. در چت فیسبوک روی خط سیروس از کاربرانمون میگه این روزها به خاطر اینکه احمدی نژاد برای رحیم مشایی تبلیغ میکنه و بدین وسیله قانون رو زیر پا گذاشته، سر و صدای بسیاری در مطبوعات به چشم میخوره، به طوری که انسان خیال میکنه در کشور ایران کسی قانون رو رعایت میکنه و این برای اولین بار هستش که خودش رو رئیس جمهور ناموده قانون و به این دلیل قانون رو زیر پا گذاشته. کسی که خودش رئیس جمهور غیرقانونیه چه انتظاری دارید که قانون رو رعایت بکنه؟ علنی‌تر از این که خود ایشون حداقل 4 سال ریاست جمهوری غیرقانونی داشته، قانونی بودن شکنجه، کشتن، تجاوز، بی‌حیثیت کردن انسان‌ها و زندانی کردن وکلا و روزنامه‌نگاران، دانشجویان، این هم از خلاف‌هایی بوده که میگه انجام داده. اینها همه فجایع رو اگر ول کنیم باز به قانون شکنی یک شخص که خودش از طریق بیقانونی مجری قانون شده باید بچسبیم. ناهید یکی دیگه از کاربرانمون هستش، میگه رحیمی مثل آشپزی بوده که هر چی پخته دور هم خوردن، نه جرأت افشا داره نه قدرت اثبات. در حکومت دیکتاتورها خالی کردن پشت دوستان سابق خیلی عادی هستش که متاسفانه کسی ازش درس نمیگیره. پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط هستش 202 382 7205. پیامی داریم که با هم گوش میکنیم. یکی دوتا تخلفات این مسئولین حکومتی نیستش و همینطور مسئولین پایین‌تر. میلیاردها تخلفه که میتوان هزاران میلیارد کتاب نوشت در تخلفات اینا، دزدی‌ها، اختلاس‌ها، اینا تریلیاردها تخلفه. بخوای حساب کنی بی حساب و کتاب تخلفات اینها، اما این یک مورد 1 میلیاردیوم تخلفشه. مزدا از ایران روی خطین، بفرمایید. سلام آقای سفیری و سلام خانم ایران دوست عزیز، خیلی ممنون که گذاشتی من بیام روی خط و صحبت‌های خودم رو در رابطه با موضوع انجام بدم. آقای سفیری، خواستم ببینم آیا واقعا از اون روزی که آقای احمدی نژاد روی کار آمد، آیا واقعا با گفتن یه سری از دروغا مثل این که آیا مشکل جوانای ما موی سر اوناست، آیا مشکل جوانای ما لباسیه که میپوشن، که بعد از این صحبت‌هاش متاسفانه گشت ارشاد و خیلی چیزا در زمان آقای احمدی نژاد به وجود اومد و مطمئنا ویدیوهاش هم توی یوتیوب هست، مردم میتونن ملاحظه بکنن و منبعش در یوتیوب هست، سخنان احمدی نژاد قبل و بعد از انتخابات. خب حالا اینکه یکی از دست اعضای بدیهی که کسانی که پیشش هستن مثل معاون اول خودش چنین کارهایی رو میکنن و با چنین اختلاسایی که میلیاردیه، واقعا آدم نمیدونه یه چند تا این صفر داره، واقعا آدم رو میشه. واقعا میخوام ببینم کسانی که طرفدار این رژیم هستن میخوان چطوری با این دروغا کنار میان. حالا مسائل دیگر رو یه سمت دیگه میذاریم، چطوری با این دروغا کنار میان و واقعا میخوان خودشونو جلوی دید ملت و مردم منفور بکنن. آیا قصدشون اینه یا دوست دارن که واقعا به این سری دروغا دور بشن؟ خب اگر که یه چیزی هست آقای سفیری، اگر که ما واژه وطن پرستی نگاه بکنیم،
و به اون فکر بکنیم. فکرم نمی کنم خیلی از وقت ما رو تو ذهنمون بگیره. آیا اگه وطن پرست باشیم هیچ وقت این اتفاقا میفته و آیا واقعا ما وطن پرست هستیم؟ زیاد وقت شما رو نمیگیرم. ممنونم که اومدین روی خط. انوشیروان هم از آلمان روی خطین. انوشیروان بفرمایید. با عرض سلام خدمت آقای سفیری و خانم ایران دوست. در رابطه با بحث امروز، آقای رحیمی به زندان نخواهد رفت ولی بایستی غرامت سنگینی بده که این به نظر من حق این گونه افراده که اگر این چنین اعمالی در ایران رعایت بشه که نمیشه، وضع مردم خیلی بهتر از این خواهد بود که هستش. ممنونم که اومدین روی خط. به نیمه اول برنامه روی خط رسیدیم. اجازه بدین که بعد از یک تنفس برنامه رو ادامه بدیم. instagram.com/VOA فارسی. همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. پرژین بانو در توییتر به نقل از کرباسچی نوشته اصولگرایان ظاهراً آلزایمر دارن. رحیمی 9 سال با احمدی نژاد کار کرده. اشاره این کاربر به گزارشی هستش که سهام نیوز منتشر کرده و غلامحسین کرباسچی با اشاره به اظهارات برخی اصولگرایان مبنی بر نسبت دادن محمدرضا رحیمی با کارگزاران و آقای هاشمی گفته وی هیچ نسبتی با کارگزاران سازندگی نداره. نمایندگان اصولگرا گویی آلزایمر دارن. یادشون نرفته که احمدی نژاد همواره تأکید می‌کرده که دولت ما دولت پاکدستان. رحیمی 9 سال با احمدی نژاد کار کرده و وی رو در حد پیغمبری بالا برده. آکادمی یکی از کاربرانمون هست، میگه که آیا اگر به گفته شما مسئولین تنها زمانی که اتحاد اونها رو جناح قدرت به هم بزنه محاکمه میشن، پس چرا در همون دوره دهم با اونها مقابله نشد؟ مگه این اتحاد بعد از اتمام دوره دهم به پایان نرسیده؟ کاربر دیگه‌ای هم به نام مروتی میگه که من چنین خبری رو نمیتونم باور کنم. یعنی اون چیزی که من میبینم ایران فعلا چنین ثروتی نداره که اینقدرش رو بتونه از دست بده در ثانی. با این اوضاع که تحریم بانکی هستیم، نقل و انتقال همچین رقمی امکان پذیر نیست. اما کاربر دیگه‌ای به نام کاوه در اینستاگرام در پاسخ مروتی میگه در یک مرحله اتفاق نیفتاده، در طول سالیان طولانی بوده و فقط یک نفر نیست. آقای بابک زنجانی یکی از اسامی هستش. با درصد خیلی پایین پدیده شاندیز رو باور میکنین. و فاطمه هم در اینستاگرام میگه اختلاس کرده 100% جوری که خود اصولگراها هم صداشون در اومده. البته میگه به نظر من تصفیه حساب هم میاد. این هم نظری بود که فاطمه در اینستاگرام برامون گذاشته بود. شما هم میتونید از طریق پیامگیر مثل بیننده هایی که برامون پیام گذاشتن نظراتتون رو در برنامه منعکس کنین. 202 382 7205 پیامی رو با هم گوش میکنیم. من در مورد آقای رحیمی می‌خواستم صحبت کنم. امثال آقای رحیمی ها زیادن تو این 36-7 سال و کی گرفته، کسی رو تو زندان نگذاشتن، کسی رو تو زندان نکردن. مهم مهره بزرگی است که اون بالا گرفته نشسته خودش سردسته تمام اینهاست. اینها هم تمام بازی‌هایی است که برای مردم در میارن و مردم هم کاملا اینا رو میشناسن دیگه کامل دستشون بر اینا کاملا رو شده. تموم شد. مگه با آقای احمدی نژاد چیکار کردن که بخوام با اینا بکنن؟ تموم شد، رفت به کارش. قربون شما، روزتون بخیر. احسان از کرج با اسکایپ روی خطیم. بفرمایید. سلام میکنم. من نظری که دارم با توجه به محکومیت آقای رحیمی این نشونگر اینه که هر دو جریانی که توی ایران بالاخره قدرت تویشون دست به دست میشه همش در حال این مسائل هستن. اما البته خب حالا این اولین فردیه فکر کنم از حالا منتسب به اصولگرایان که محاکمه میشه. بالاخره اصلاح طلبان شاخ شمشادهایی مثل شهرام جزایری و کرباسچی و اینا رو توی پروندهشون دارن. من بسیار امیدوارم در این ماجرا که به اتهامات آقای مهدی هاشمی هم حتما رسیدگی بشه
اگه قوه قضاییه این اقتدار رو نشون داده که برای آقای رحیمی این حکم رو صادر کنه و قطعا ایشون زندان هم میره. بالاخره ما شاهد بودیم که خانم فائزه هاشمی که بالاخره دختر آقای هاشمی هستن و اینا رفتن زندان بالاخره، هرچند کوتاه مدت ولی بالاخره رفتن. قطعا آقای رحیمی هم میره زندان. البته آقای خانم فائزه هاشمی جرم اقتصادی نداشتن. بله نه بالاخره اصل زندان رفتنش مد نظرم بود. ایشون بالاخره جرمش مسائل دیگه‌ای بود، حضور توی اغتشاشات سال 88 بود و اینا. ولی خب بالاخره زندان رفتنش واقعا یه امر بی سابقه بود. از قوه قضاییه باید اونجا تشکر کرد. من امیدوارم قوه قضاییه همونطور که در پرونده آقای رحیمی اینجوری با خوب حکم داد، خیلی خوب حکم داد و ایشون رو قطعا اگه ماجرایی هم پیش نیاد اونجوری که از قرائن معلومه به زندان خواهد رفت. من اگه مسئولین قوه قضاییه میخوام که حتما پرونده اتهامات آقای مهدی هاشمی که یک پرونده عجیب غریب بود، چیزی که توی رسانه ها منتشر شده، پرونده اقتصادی عجیب غریب، رشوه دادن و رشوه گرفتن و بالاخره پشت پرده این اغتشاشات سال 88 نبود، اونم حتما رسیدگی کنن. ممنونم. امیدوارم که صدای شما رو مسئولان قوه قضاییه بشنون. آقای زند از تهران روی خط. آقای زند بفرمایید. سلام دارم خدمت شما و همکار محترم. ممنون، بفرمایید. عرضم حضور آقای سفیری، باید دید کدام چشما کور شده توی این مملکت که اختلاس به این عظمت رخ داده و ندیده. من یه مقداری توضیح میدم که بینندگان عزیز قرقر این حرف حالا عرض میکنم خدمت شما. بفرمایید. با الفاظ بازی کردن و جابجایی افراد هم راه به جایی نمیبرید. ما نمیخوایم آقای رحیمی هم بره زندان، میخوایم پلو زن بچه‌ش بمونه بالا سر زن بچه‌ش باشه. پولایی که اختلاس کرده با تقسیم و جدول و همه چی که هست اونا رو به بیت المال برگردونه، زندان پیش کشت. حالا میخوام عرض کنم خدمت شما اگر جایی رای نفوذ برای اختلاس و دزدی هست، واقعا مجوزی است که شما اونجا اون سوراخ بری و اختلاس کنی توی مملکت. خب ما ملت همی به اندازه همی اختلاس کننده ها مقصریم آقای سفیری. یعنی یه اداره‌ای که میریم، یعنی یه مدیری اگر با کار درست کنه انقدر ارباب رجوع کار مثلا کارش روبرا نیست، میپیشه پرپایی تا اینو از چارچوب درش میاره. یعنی ما ملت کمتر از رحیمی ها مقصر نیستیم. الان عرض میکنم که کدوم چشما کور بوده. حالا چه باید بکنیم؟ اینجاست که ترمز اختلاس و دزدی در این مملکت روزنامه و خبرنگاره. نه چیزی دیگه، نه بازرسی، چون بازرسی هم میشه بخری، نه کلانتری. روزنامه نگار. این شرف روزنامه و روزنامه‌نگار مثل شمس الواحدین، عمادالدین باقی و ای آقایون اینا نمیاد شرفشون رو بفروشن به پول. که شما کجا دیدی بگن فلان روزنامه سعید الصحاب و گوبل زیاده، ولی اینا روزنامه. بر روزنامه نگار رو باید احترام بذارد در این مملکت اختلاس نشه. چطور فله روزنامه رو تعطیل میکنه مرتضوی؟ به خاطر اینکه چشم اونایی که میخواد این مسئله رو ببینه کور میکنه، هر کاری میخواد بکنه. امری باشه در خدمت. ممنونم آقای زند. بله آقای زند نکته مهمی اشاره کردن. آزادی مطبوعات میتونه بازدارنده بسیاری از انحراف‌های سیاسی در جوامع باشه. آرش بهمنی که خبرنگار روز آنلاین هست در توییتر میگه خبرگزاری فارس در مجموعه مصاحبه‌هایی تلاش میکنه رحیمی و بحث فساد مالی رو به اصلاح طلبان منتسب بکنه. اشاره آرش به مصاحبه‌ای که خبرگزاری فارس با علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جمعیت رهبویان انقلاب اسلامی داشته. این نماینده گفته یکی از زشتی‌های فضای سیاسی کشور ابزاری و سیاسی کردن موضوع بسیار مهم مبارزه با فساد اقتصادی و در ادامه هم گفته درباره پرونده آقای رحیمی هم همین اتفاق افتاده. وقتی که پیشینه ایشون رو نگاه می‌کنیم متوجه میشیم که شخصی مثل آقای رحیمی چگونه رشد کرده و به مسئولیت‌های بالایی مثل ریاست دیوان محاسبات و معاون اولیه رئیس جمهوری رسیده و می‌بینیم که مخالفان اون در رسیدن به این پست‌ها بخشی از جریان اصولگرا هستند. اما آقای کروبی بعد از مجلس ششم برای ریاست دیوان ایشان از حامیان آقای رحیمی بوده. کاربری هم به نام گناهکار نوشته اینطوری که خبرگزاری فارس داره پیش میره آدم فکر میکنه رحیمی معاون اول خاتمی بوده. و کاربر دیگه‌ای هم در فیسبوک صدای آمریکا نظر گذاشته در واکنش به صحبت‌های احمدی نژاد. میگه آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار پول نفت چی شد؟
بگم 33,000 میلیارد دلار متوقف شده در ترکیه چی شد؟ اصلا 300 میلیارد دلار در حساب و کتاب دولت نیست؟ یا اینکه باز هم دروغ‌هایی که شما گفتین و مورد دیگه این که حکومت به دست پاسداران افتاده و در کلیه مدیریت‌ها و بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها و همینطور دفاع شما از آقازاده‌ها در غارت مملکت. باز هم بگم کاربر دیگه هم به نام زامیاد در اینستاگرام مرمون نظر گذاشته، میگه بازی سیاسیه که میخوان با یک چنین کاری مردم ایران رو سر کار بذارن، هر چند 35 ساله که این اتفاق افتاده. کاوه از کاربران دیگه اینستاگرام روی خط میگه فقط رقابت سیاسی، از این جیب به اون جیب بردن. حالا بر فرض محال اومدن پول از این آقا گرفتن، دوباره یکی دیگه میاد 2 برابر این اختلاس میکنه، این روند همینطور ادامه پیدا میکنه. پیامی هم داریم که از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط گرفتیم. 202 382 7205 با هم گوش میکنیم. در این که آقای محمد رضا رحیمی مرتکب جرمی شده شکی نیست. جرم سنگینی هم مرتکب شده و مجازاتی که برای او در نظر گرفتن به شرطی که اجرا بشه خیلی کمتر از جرم اوست. اما این رو هم خوب میدونیم که یک چنین محاکمه هایی در ایران همیشه وقتی برگزار میشه که یک نوع گوشمالی یا زهر چشم گرفتن یا به قول مقدمه برنامه شما یک جور تصفیه حساب سیاسی در میون باشه، وگرنه دغدغه اصلی مسئولان رده بالای نظام و دستگاه قضایی کشور اجرای عدالت نیست، تا حالا هم نبوده. در مورد محاکمه آقای رحیمی هم فکر میکنم بیشتر برای ادب کردن و هشدار دادن به احمدی نژاد باشه. پژمان از همدان روی خطیم، بفرمایید. شب همگی بخیر. آقای سفیری و خانم روزیتا، من فکر میکنم این پیامی که خونده شد، خانم روزیتا گفتن که 33,000 میلیارد دلار، من فکر میکنم این رقم واقعی نباشه، احتمالاً برای ایشون شاهده پیش اومده و درست نتونستم بخونم. این تذکر رو خواستم داده باشم. ببینید، من واقعا باید از شما تشکر کنم. به هر حال شما نشون دادید که مهدی هاشمی خط قرمز شما نیست و به راحتی میشه راجع به مهدی هاشمی اومد و روی VOA صحبت کرد. آقای اجازه بفرمایید، آقای پژمان، موضوع برنامه ما آقای مهدی هاشمی نیست، حتی فساد به صورت عام هم نیست. ما در مورد پرونده معاون اول رئیس جمهوری ایران صحبت میکنیم. اگر مایلین در مورد این برنامه صحبت کنید، این موضوع صحبت کنید، بفرمایید. حتما مایلم. البته آقای سفیری، همه اومدن و در مورد فساد عرض میکنم به خاطر اینکه گفتم ما فرصت برنامه‌مون هم کمه، من خواهش میکنم که شما در مورد موضوع برنامه صحبت بفرمایید. اوکی، ببینید، به هر حال این یه واقعیتیه که قوه قضاییه ایران اینجا خب یه امتحان خوبی رو پس داد. من همونطور که از شما تشکر میکنم، از قوه قضاییه ایران هم تشکر میکنم. من دوست دارم اینجا بگم که خاوری هایی هم بودن که از ایران رفتن، الان پشت گوش شما توی همون کانادا همسایه دیوار به دیوار شما، هیچ کسی دغدغه اینی که اونا دستگیر بشن و بیان و تصفیه حساب باشون بشه نداره. حالا این رحیمی منتسب به یه جریانیه، شماها خوشتون نمی اومده، شاید من نوعی هم خوشم نمی اومده. خوبه الان موقع تصفیه حسابه. باید سپاسگزارم آقای پژمان که اومدین روی خط. مهدی از خرم‌آباد با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. سلام آقای سفیری. سلام، بفرمایید. ممنون. من واقعا واسه مردم خودمون که نمیان روی خط صحبت کنن و وقت برنامه رو طرفداران آقای خامنه‌ای میگیرن، واقعا برای خودم متاسفم. به هر حال ایشون کسی بودن که نظرشون به آقای رئیس جمهور نزدیکتر بود و آقای رئیس جمهور این معاون اول انتخاب کردن. به هر حال این طرفداران آقای خامنه‌ای میخوان به هر شکلی که شده ایشون رو معصوم جلوه بدن. بزرگ اختلاسداران توی این مملکت آقای خامنه‌ایه. الان هم ایشون با مهرهاش بازی میکنه. هر که تو این سیستم وارد بشه باید بدونه یه روزی که به هر حال یه مهره‌ای میشه که باید بسوزه. الان اینا از قوه قضاییه ایران تعریف میکنن. الان من میخوام از آقای خامنه‌ای شکایت کنم،
برم دادسرا از ایشون شکایت کنم. واقعا همچین امکانی هست؟ من و آقای محمد نوریزاد میخوایم بریم شکایت کنیم، یا اصلا آقای میرحسین میخواد بره شکایت کنه از آقای خامنه‌ای؟ اصلا بیان دادگاه آقای میرحسین رو علنی تو تلویزیون مثل دادگاه آقای کرباسی نشون بدن. من نمیدونم اینا که طرفدار آقای خامنه‌ای ان یا مزدورن به خاطر منافع مالی ان، یا واقعا یه عده مسلمونن که فکر میکنن در هر صورتی منم مسلمونم، منم عاشق امام حسینم، ولی به خدا اینقدر موضوع مهم و پیچیده شده که تمام این مشکلات به قول یکی از دوستان میگه ماهی از سر میگنده. ایشون اول بیان، ایشون بیاد تو تلویزیون با یکی، ایشون میگن اصلا جایگاه ولایت فقیه خیلی مرسی، ممنونم. شما در مورد مسئله فساد و فساد سیاسی در ایران صحبت میکنین. موضوع برنامه در مورد آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهوری هست. اجازه بدیم بعد از یک تنفس هم با شما خداحافظی کنیم، هم بعد از یک تنفس در آخرین دقایق این برنامه رو ادامه بدیم. آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. در توییتر کاربری به نام آداگیو که از کاربران توییتر میگه نشان خدمتی که احمدی نژاد به رحیمی داده ارزشش معادل 100 سکه هستش که این از جریمه اختلاس رحیمی میتونه از نشان خدمت پرداخت بشه، که اشاره این کاربر به همون تصویری هستش که قبل از این همکارانم نشون داده بودن. در فیسبوک هم یکی دیگه از کاربرانمون به نام امیر میگه این کارا همه سیاه بازیه، چون اگه واقعا میخواستن با فساد مبارزه کنن اون وقتی که آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهوری بود محاکمه و مجازات یا حداقل ممنوع از کار میشد، نه الان بعد از چند سال که آبها از آسیاب افتاده. این سیاه بازی ها اینقدر تکراری و مسخره شده که دیگه فکر کنم بچه 7 ساله هم باورش نمیشه. این هم نظر این کاربر بود. نسرین میگه این همه فساد دزدی در دولت‌های قبل صورت گرفته و خواهد گرفت و ما می‌بینیم که آب از آب تکون نمیخوره. کاش مسئولین ما غیرت کشورهای کره و ژاپن رو داشتن که بعد از رسوایی مالی دست به خودکشی می‌زدن. یکی دیگه از کاربرانمون هم به نام فرهود در اینستاگرام میگه برای تصفیه حساب همین یک نفر کافیه، ولی برای تصفیه حساب کل دولت هستش که باید پاسخگو باشه. نگاه دیگه‌ای می‌کنیم به توییتر. حنیف که کاریکاتوریست هستش و از کاربران توییتر با به اشتراک گذاشتن کاریکاتوری میگه احمدی نژاد گفته که اتهامات رحیمی ربطی به دولت نهم و دهم نداره. کاربر دیگه‌ای که براتون نظرش رو میخونم از اینستاگرام هستش به نام کاربری به نام کرج میگه وقتی خود احمدی نژاد دزدی کرد قطعا معاونش هم دزدی میکنه. بنجامین هم از کاربران دیگه‌مون میگه مردان جمهوری اسلامی تماما به نوعی مجرم هستن. کسانی محکوم میشن که از حمایت رهبر برخوردار نباشن و یا برای زدن مهره‌های دیگه مانند هاشمی از اون بهره سیاسی ببرن. پیامگیر برنامه روی خط هم هست 202 382 7205. منتظر پیام‌های شما هستیم. مسعود رامین از اصفهان روی خطیم، بفرمایید. درود بر شما آقای سفیری و همکار محترمتون. خواهش. من می‌خواستم بگم که آقای سفیری یکی از شایبه هایی که الان تو ذهن بینندگانتون ممکنه پیش بیاد اینه که در این ایامی که خب نزدیک داره میشه به انتخابات مجلس و امکان داره که دوباره آقای احمدی نژاد و گروهش که خب در انتخابات مجلس در انتخابات ریاست جمهوری خودشون رأی بالایی آوردن و خب بالاخره بین مردم هرچند شاید بین مردمی که در شهرستان‌ها و روستاها باشن یه جایگاه ویژه‌ای دارن، این نشون میده که شما شاید از این که دوباره آقای احمدی نژاد بخواد بیاد آقای اجازه بفرمایید به نظر شما آقای رحیمی رو ما محاکمه کردیم؟ ما حکم میتونیم بدیم با آقای رحیمی؟ نه اجازه بفرمایید، نه شما بفرمایید. ما محاکمش کردیم. شما این سوالو باید برین از آقای صادق لاریجانی بپرسین. برین از نمایندگان اصولگرا بپرسین. به ما چه ارتباطی داره؟ ببین آقای سفیری، شما وقتی متاسفانه
خودتون یه برنامه میذارید تو میگید که این طول کشیدن پرونده‌های قوه قضاییه یه چیز عادیه تو کشور ما. نه اینکه اینم طول کشیده برای آقای رحیمی. بنابراین به نظر شما اینو طولانیش کردن که تو انتخابات تاثیر بذارن؟ به نظر شما طولانیش کردن که تو انتخابات تاثیر بذارن؟ نه، من منظورم اینه که شما وقتی میاد به این موضوع خاص میپردازین منتظرید که میترسین که دوباره احمدی نژاد بیاد رو کار و این به نظر من برای شما خیلی مفید نیست، چون شما ما در جایگاه اجازه بفرمایید آقای رامین، ما در جایگاهی نیستیم که از رأی مردم ایران بترسیم و نمیترسیم. هیچ هراسی از رأی مردم ایران نداریم، باور کنید. 1 سالم تا انتخابات مونده، شما نگران نباشین، فرصت بدیم بذارین انتخابات که موعده شد حتما بیشتر با هم صحبت میکنیم. مهدی از خراسان روی خطیم، بفرمایید. الو سلام بفرمایید. مهدی هستم از استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن. بفرمایید. ببخشید این مردم درد دل زیاد کردن، با سپاس فراوان از برنامه خوبتون، خوب، ولی مردم همه صحبت‌های خیلی قشنگ میکنن. فقط یه نظر داشتم برای کل مردم ایران، چرا روز انتخابات میشه همه میرن پای صندوق‌های رای؟ چرا روز تظاهرات میشه همه میرن تظاهرات برای من توی خیابونا شلوغ میکنن؟ همه صحبت‌های خیلی قشنگ کردن، ولی از خودشون سوال کردن چرا روز انتخابات میشه از پای صندوق‌ها کنده نمیشن؟ من به عنوان یک ایرانی باید از خودم سوال کنم. صحبت قشنگ صحبت میکنم، ولی روز انتخابات میشه میبینم اولین نفرم پای صندوق‌های رای. یا الان همین بانک میزانی که تو شهرستان ها اختلاس شده 20,000 میلیارد تومان بالا کشیدن، پولای مردم رو نمیدن و چه کار و فلان. چند روزه که مردم علاف کردن، یعنی مملکت ما همشون دزدن. وقتی نگاه میکنی همه مردم دزدن، از اون بالا گرفته تا این پایین. این درد دل من بود که میخواستم بگم. همین. ممنون که اومدین روی خط. روزیتا. در توییتر تاها از کاربران توییتر میگه مطمئنم الان پایداریچی ها ضمن چسبوندن اختلاس های رحیمی به دولت اصلاحات در تدارک یک همایش و بزرگداشت از زحماتش هستند. وقاحت سرمایه اینهاست. بهار در فیسبوک میگه یکی اول باید دنبال خود احمدی نژاد باشه که با اون همه پول نفت چه کار کرد و چرا با درآمد افسانه‌ای نفت در دوران ایشون مردم به خاک سیاه نشستن و ما پسرفت اقتصادی داشتیم. خب میگه البته وقتی همه با هم دزدی میکنن و همه فامیلن چه انتظاری میشه داشت. این هم نظر این کاربر بود. مسعود معتقده که این یک نوع زد و بند سیاسی هستش. ماه از کاربران دیگه ما میگه اینا نبرد قدرت راه انداختن، نه اجرای عدالت. اینها دنبال قربانی بودن که رحیمی به دام افتاد. الکس هم در اینستاگرام میگه سیاست مثل بازی شطرنج میمونه که همیشه مهره سوخته داره و آقای رحیمی بعد اقبال مهره سوخته شده که البته به گفته بعضیا خیلی چیزها رو نباید کش داد. کاربر دیگه‌ای هم در اینستاگرام به نام زاون نوشته اینها همه مقدمه سازی تا یک حکم سنگین به مهدی هاشمی و خانواده‌اش بدن. جمال در اینستاگرام باز هم معتقد هستش که این بازی سیاسیه و مهدی هم میگه حالا که سمتی نداره چطور محاکمش میکنن. کاربر دیگه ای هم در فیسبوک در اینستاگرام به نام گلایول میگه با کنایه نوشته، میگه که چرا زندان دولت خدمتگزار دهم و اختلاس و دزدی اینقدر پاک بود دولت بهار که اصلا نمیشه باور کرد. من که باور نمی کنم. محمد هم از کاربران دیگه میگم اینم خیلی خوبه که بالاخره یک دادگاهی داره تشکیل میشه و امیدوار هستیم که محاکمش بکنن، شاید درس عبرتی باشه برای دیگران. مسعود. بله، جعفر از آلمان روی خطیم، بفرمایید جعفر. با درود به خانم ایراندوست و آقای سفیری. بفرمایید. ما وقتم خیلی نیست بالاخره، ولی خب دمتونم گرم که بالاخره یه وقتی هم به ما دادین. گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنکه که هست گیرن. آقای سفیری، رئیس سه قوه خود رهبر انتخاب میکنه و اصلا ابدا کش هم نمیگذه، فقط الان بعد چند روز میاد میگه خیلی کشش ندیم. موقع رهبر رئیس جمهور انتخاب میکنه، معاونش که انتخاب میکنه، خب به 100% خود رهبر انتخاب میکنه. در ضمن اگر رئیس جمهور دزد نباشه چجوری میتونه معاونش دزدی بکنه؟ اگر خودش کشمی به کالاش نباشه، مشکلی نداشته باشه،
مگر میتونه؟ مگر این اجازه نمیده؟ پس اینا دستشون همه تو دست همه. و آقای رحیمی هم یکی از مهرهای سوخته است که تاریخ مصرفش تموم شده. خاطرتون جمع باشه اصلا زندانی هم در کار نیست. این صدها میلیارد پول دزدیده، حالی 1 میلیارد جریمه‌اش کردن. آقا اگر راست میگن همه رو از پر همه رو بگیرن. اونایی که الان اسکله دارن از اسکله همه چی دارن وارد مملکت میکنن. دزدی‌ها یکی و دوتا نیست. یکی از دوستامون از مشهد حرفای خوبی زد، دمش گرد. واقعا میگم حسین میاد از بوشهر دفاع میکنه از رهبر. اجازه بدید خود رهبر اصلی سپاسگزارم اومدین روی خط. فرصت برنامه کمه. حامد از تهران روی خطین. حامد بفرمایید. سلام سفیری. سلام بفرمایید. خانم ایران دوست خواهش میکنم. آقا سفیری من یه مطلبی رو میخوام تمرکز بدم هممونو. بیایید تو رو خدا به این نکته تمرکز پیدا کنیم. بعد از اینکه آقای احمدی نژاد دوره ریاست جمهوریش تموم شد، من خودم بازاری تهرانم. تعداد فقرا تو ایران به شدت افزایش پیدا کرده. تو مترو شما نمیتونی وایسی بعد مردم سوال کنید بهتون میگن. میان انقدر دستپوش بچه‌های کوچولو، سن روسپیگری تو ایران به شدت اومده پایین. همه جوونا یا قلیونکش شدن. جدا میگم اینا، به خدا جدا میگم. واقعا افسوس میخورم با آینده ایران. واقعا یعنی ثروت این مملکت. آقای رحیمی با افتخار اومدی گفتی من معاون اولم. 5 سال تو گفتی من قاضی هستم. تو قضاوت خونده بودی؟ تو حقوق خونده بودی؟ تو دکتر بودی؟ دکترات از آکسفورد گرفته بودی؟ چرا اینقدر دروغ؟ برای چی؟ آقای خامنه‌ای دوست عزیز، رهبر عزیز، شما 78 سالته. ممنونم حامد. آینده این مملکت رو تو رو خدا ما ایرانیم، افتخار کنیم به ایرانیم. دیگه داریم یواش یواش خجالت میکشیم من ایرانی بودنم. ممنونم حامد اومدن روی خط. حسین از کرج روی خط. 1 دقیقه فرصت داریم. بفرمایید. سلام بفرمایید. سلام آقای سفیری. سلام بفرمایید. خسته نباشید آقای سفیری. ممنونم. آقای سفیری یه آقای اومد از بوشهر بود فکر کنم، گفت که رهبر به آقای احمدی نژاد نگفته بود دولت پاک. من می‌خواستم بگم که یا تو کر بودی یا احمق بودی نفهمیدی. خواهش میکنم اجازه بدین که به همدیگه توهین نکنیم در برنامه. میتونم خواهش کنم شما برنامه نظر خودتون رو بفرمایید، نظر دیگران رو نقد نکنید. بله این نظر حسین بود از کرج. ما بارها تو برنامه روی خط اعلام کردیم که اجازه بدین که با هم در چارچوب اخلاق رایج و شناخته شده صحبت کنیم و به عقاید همدیگه احترام بذاریم. من کمتر از 1 دقیقه فرصت دارم. آقای مقدم از آلمان تقریبا 30 ثانیه ما فرصت داریم. بفرمایید با عذرخواهی. درود بر شما. ممنونم. میگن اگر زباق رعیت ملک برد سیبی، ملازمان برآورند آن درخت از ریش. تا رهبری دزد نباشه، تا پسرش آقا مجتبی دزد نباشه، کاری کشور به این جاها نمیکشه. هر وقت شما میخواید یک جای دزد رو بگیرید، خب کلانتر محل رو بگیرید. تا اون بالا دزد نباشه این پایین این دزدی‌ها پیش نمیاد. با سپاس از شما. ممنونم که اومدین روی خط. در آخرین دقایق برنامه هستیم، همراه ما بمانید. سوری گفتن که شبه نظامیان کرد موفق شدن زیر پوشش حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا شهر کوبانی در مرز ترکیه رو از پیکارجویان داعش آزاد بکنن. یکی از مهمترین خبرهایی بوده که در فضای مجازی هم بسیاری از کاربران به اون پرداختن. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه هم مستقر در بریتانیا و رهبران شبه نظامیان کرد سوری هم روز دوشنبه گفتن که پیکارجویان داعش تقریباً از شهر کوبانی عقب رونده شدن و تنها درگیری‌های پراکنده با این گروه در حاشیه شهر ادامه پیدا کرده. خبر دیگه‌ای که براتون آماده کردم در پی صحبت‌های آقای جنتی که گفته بوده که از رفع حصر میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات و گفته بوده که 4 آدم عوضی اونها رو توصیف کرده بوده، کسانی که اعتراض کرده بودن به این رفع حصر. و در پی همین صحبت‌ها در فضای مجازی کاربران با هشتگی به نام من هم
منم عوضی هستم کمپینی رو به راه انداختن که اگر سری به توییتر بزنین حتما این رو خواهیم دید. مسعود؟ بله حتما در خبرها شنیدیم بعد از ماه‌ها اضطراب، بعد از ماه‌ها خبر و مقاومت کسانی که در شهر کوچک کوبانی به دام افتاده بودند با حمایت‌های بین‌المللی سرانجام این شهر از داعش پس گرفته شد. امروز بر اساس آخرین خبر، البته هنوز در حاشیه شهر زد و خورد جریان داره. شما چی فکر می‌کنید چه جوری میشه داعش و افراطیگری رو نابود کرد و از بین برد در منطقه؟ از همین الان میتونید از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط 202 382 7205 نظرات خودتون رو برای برنامه فردا شب منعکس کنید در برنامه. منتظرتون هستیم. تا فردا شب بر همه شما خوش. روز و شبتون خوش.